صحبت‌های غم‌انگیز و مصیبت‌بار این نماینده مجلس رو ببینید. تا انتها خواهش میکنم ببینید و هر کس براش امکان داره آقای اژه‌ای رو توی کامنت‌ها تگ کنه. یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که توی یکی از تجمعات حجاب حضور پیدا کرده، سخنرانی کرده، اینو برای چندمین بار برخی از نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردن، با وضع بسیار ناپسند بازجویی کردن و متاسفانه وضعیت جوری شده که ایشون چند ساعت بعد از بازجویی از شدت تحملات دچار شوک شدید عصبی و حمله عصبی شده، سکته گذرا کرده، تو بیمارستان بستری شده. من از عزیزان نهادهای امنیتی و قضایی میخوام بپرسم که واقعا تو این شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی مملکت که یه عده از خدا بیخبر معیشت مردم رو گروگان گرفتن، دارن سوء استفاده میکنن، شما به جایی که هم غمتون رو بزنید روی برخورد با این زالو صفتا، الان تمرکزتون شده که یقه 4 تا بی‌پناه انقلابی رو بگیرین. ما انقلاب کردیم برای این وضعیت، 300,000 تا شهید دادیم برای که برین یقه انقلابی‌ها رو بگیرین. چرا به جایی که اینا رو بازجویی کنین، چرا نمیرین حسن روحانی رو احضار کنین که اول انقلاب مستاجر بوده، الان ارزش ملکش تو شمال تهران نجومی شده؟ چرا آقای عباس آخوندی رو احضار نمی‌کنین که در زمان وزارتش طبق مستنداتی که همین الان توی کمیسیون اصل ابد موجوده، اومده سری از نماینده‌های مجلس آلوده کرده، بهشون آپارتمان با شرایط رانتی واگذار کرده؟ چرا آقای علی انصاری رو احضار نمی‌کنین که به رغم اینکه ادعا می‌کنین که آقا میایم به ده انباشته و زیان انباشته بانک آینده رو با اموالش تصفیه می‌کنیم، تکلیف اون تورمی که به مردم تحمیل کرده، سفره مردم کوچیک کرده، تکلیف اینو کی میخواد الان مشخص کنه؟ آقایون امنیتی قضایی، بابا الان 6 ماه هنوز از جنگ نگذشته، همرزمای شما، همسنگرای شما یه تعداد قابل توجهشون شهید شدن. جواب این شهدا رو چی میخواین بدین؟ این چه وضعیه برای مملکت درست کردین؟ بله، در خصوص آقای عباس آخوندی مجلس ادوار من است کردم، یک اقلیتی رو اومده آلوده کرده، چون قوه قضا، چون نهادهای امنیتی به پرونده اون اقلیت رسیدگی نمیکنن. الان همه ما در مزان اتهام قرار گرفتیم، مردم به اشتباه فکر میکنن همه نمایندگان مجلس خونه نکرده دستکجن. بیا اینا رو رسیدگی کن آقای قوه قضاییه، آقای نهاد امنیتی، اینه مسئله که باید دنبال کنی. بیا بررسی کن ببینی ارزی که دولت داده صرف نهادهای دامی شده، صرف کالاهای اساسی شده، یا صرف ورود کالاهای لوکس و فلان موبایل و فلان قطعه خودروساز لوکس شده. اینه درد مردم. آقا این کشتی که ما توش نشستیم اگر سوراخ شد، خدای نکرده، اگر تعلل کردین، اگر کوتاهی کردین، خدای متعال با هیچ کس عقد اخوت نبسته، سنت خدا بر خود ما جاری میشه. چرا فکر میکنین که چون مملکت امام زمانه پس هر بلایی سر مردم بیارین هیچ اتفاقی نمیفته؟ بیدار شین. مگه وضع مردم رو نمیبینین؟ مگه وضع معیشت رو نمیبینین؟ به جایی که برین گردن کلفتا و گندلاتای اقتصادی رو بگیرین، افتادین به جون 4 تا جریان انقلابی. اینه توصیه رهبری، اینه تبعیت از عملیات رهبری. 4 نفرم که حرف میزنن برچسب بهشون میزنین، میخواین صدای حق اونا رو هم خفه کنین.